2 تا سیب زمینی درشت رو خورد میکنیم و میذاریم جوش بیاد تا راحت تر سرخ بشه. چند تا تیکه از موامه های مرغ رو میگیریم، نمک و فلفل و زردچوبه میزنیم و سرخش میکنیم. حالا نوبت قارچه. قارچه های ننه مرده رو ریز میکنیم و میذاریم بپزه. سیب زمینی ها رو سرخ میکنیم و مواد اولیه‌مون آماده است. پنیر پیتزا میخواستیم، رفتم سر یخچال رو دیدم آره پنیر پیتزا اون تموم شده. سویچ ماشین رو گرفتم و بدو رفتم پایین، در پارکینگ رو باز کردم و دستاندازه رو همینجوری پریدم و رفتم مغازه سر کوچه. پنیر پیتزا رو گرفتم و دوباره برگشتم. سسایی که دوست داشتم و ریختم رو سیب زمینی ها. پنیر پیتزا، 4 تا تیکه کالباس و مرغ و قارچ. دوباره سس و پنیر پیتزا. گذاشتیم تو فرو، هلوش 5 دقیقه صبر کردیم و این خوشمزه ترین سیب زمینیه که میتونید درست کنید.